بینندگان عزیز، درس نوبتیمان را از فن فیزیکا آغاز می‌نماییم. در درس‌های گذشته ما درباره جریان الکتریکی معلومات دادیم، بزرگی توصیف دهنده جریان الکتریکی، قوه جریان و درباره مقاومت ناقل معلومات گرفتیم و امروز ما طرز پیوستی ناقل ها را در زنجیر درباره پیوستی پای در پای و پاراللی ناقل ها، کار و توانایی جریان الکتریکی، قانون جول لنز معلومات میدیم. بینندگان عزیز، ناقل ها را در زنجیر اساساً دو خیل پیوست میکنن. پیوستی پای در پای، من اشاره ناقل در زنجیر ناقل را اساساً من این خیل اشاره میکنم. من ناقل یکم مقاومتش ار1، ناقل دوم مقاومتش ار2. این ناقل ها با هم دیگر چگونه پیوست کرده شدن؟ پای در پای، یعنی پای هم پیوست کرده شدن. هنگامی پای در پای پیوست کردن ناقل ها، قوه جریان در ناقل یکم و در ناقل دوم برابر است، یعنی E1 برابر E2. شدت زنجیر از سوم شدت در ناقل یکم و شدت در ناقل دوم، من شدت عمومی O1 یعنی O2، شدت عمومی O برابر O1 جمع O2 میشه، یعنی O برابر O1 جمع O2. اکنون مقاومت های ناقل های پای هم پیوست کرده شده با فرموله، یعنی از سوم مقاومت های ناقل یکم و ناقل دوم برابر می باشد، یعنی R برابر R1 جمع R2. یعنی ناقل ها را پای در پای پیوست نموده مقاومت زیادتر را حاصل کردن ممکن است. یعنی هنگام پیوست پای در پای قوه جریان در ناقل ها برابر است و شدت به سوم شدت های ناقل یکم و ناقل دوم برابر است و مقاومت عمومی زنجیر به سوم مقاومت ناقل یکم و ناقل دوم برابر می شود. فرض کردیم دوم طرز پیوست، این پیوست پاراللی ناقل ها، یعنی ناقل یکم ای و R1 با ناقل دوم R2 پارالیلان پیوست می باشند. در این مورد جریان ها، من این جریان ای عمومی می بیاید به دو شاخه تقسیم می شود، یعنی E1 E2، یعنی جریان عمومی زنجیر به سوم جریان ها در ناقل یکم و جریان ها در ناقل دوم برابر می باشد، یعنی در هنگام پیوست پای در پای ای برابر E1 جمع E2 و در این حالت شدت در نوع ناقل یکم و در نوع ناقل دوم با همدیگر برابر می باشند، یعنی او برابر O1 برابر O2. اکنون مقاومت ناقل ها، مقاومت عمومی ناقل با فرموله 1 تقسیم R برابر 1 تقسیم R1 جمع 1 تقسیم R2 معین کرده می شود. اگر و غیره از چند ناقله که عبارت باشد و هکذا جمع 1 تقسیم Rn. زنجیر ما در این حالت از دو ناقل عبارت است، بنابراین ما این رو این خیلی نوشته می توانیم 1 تقسیم R برابر 1 تقسیم R1 جمع 1 تقسیم R2. از اینجا R برابر R1 R2 تقسیم R1 جمع R2. ما درباره پیوست پای در پای و پیوست پاراللی ناقل ها معلومات دادیم. یکی هنگام پیوست پای در پای مقاومت عمومی زیاد می شود، یعنی مقاومت زنجیر هنگام پای در پای پیوست کردن زیاد می شود و هنگام
параллел пайваст намудан, ҳангоми параллел пайваст намудан он кам мешавад, яъне хурдтар мешавад. کار و توانایی جریان الکتریک هنگامی با ترتیبانه حرکت کردن ذره‌های ذره‌ناک میدان الکتریک کار اجرا می‌کنند. کار اجرا کرده میدان الکتریک با فرمولای A برابر E ضرب O ضرب T معین کرده میشود که در اینجا E قوه جریان یعنی کار اجرا کرده میدان الکتریک برای کشاندن ذره‌های ذره‌ناک با حاصل ضرب قوه جریان شدت و وقت گذشت آن برابر میباشد، یعنی A برابر E ضرب O ضرب T. دوم توانایی جریان الکتریک ما از قسم مکانیک میدونیم که N برابر A تقسیم T. اگر به جای A E ضرب O ضرب T گذاریم اونگاه حاصل میکنیم E ضرب O ضرب T تقسیم T. بنابراین P برابر توانایی E ضرب O میشه. اکنون ما درباره کار جریان الکتریک، توانایی جریان الکتریک، درباره قوه جریان در درس‌های پیشینه درباره شدت و امروز درباره مقاومت نیز معلومات گرفتیم. درباره مقاومت وابستگی بین قوه جریان، شدت و مقاومت را با واسطه قانون برای قطعه زنجیر معین میکنیم. قانون برای قطعه زنجیر با فرمولای E برابر O تقسیم R توصیف کرده میشه و در زنجیر سربست قانون اون برای زنجیر سربست نمودی E برابر اپسیلون تقسیم R کلان جمع R خورد که در اینجا R خورد این مقاومت داخلی منبع، یعنی زنجیر سربست از قوه الکتروحرکت دهنده یعنی منبع جریان که مقاومت داخلی R دارد و مقاومت بیرونی زنجیر یعنی R کلان. این مقاومت بیرونی زنجیر R کلان، مقاومت R خرد، مقاومت داخلی منبع. یعنی قانون برای زنجیر سربست با فرمول E برابر اپسیلون تقسیم R جمع R معین کرده می شود که در اینجا E قوه جریان، اپسیلون قوه الکتروحرکت دهنده، R مقاومت بیرونی زنجیر، R خرد مقاومت داخلی منبع می باشد. R جمع R مقاومت پره را افاده می کند. برای مستحکم کردن موضوع مسئله زیرین را حل می نماییم. مسئله رقم 1. دو ناقل مقاومت هایشان 200 و 300 اوم پارالل پیوست کرده شدند. مقاومت عمومی زنجیر را معین کنید. شرط کوتاه مسئله را می نویسیم. R1 برابر 200 اوم، R2 برابر 300 اوم. پارالل پیوست کردن مقاومت عمومی زنجیر را یابید. ما میدونیم که هنگام پیوست پاراللی مقاومت یکم مقاومت دوم، مقاومت عمومی با فرمول 1 تقسیم R برابر 1 تقسیم R1 جمع 1 تقسیم R2 افاده کرده می شود. از اینجا R یابیم اگر 1 تقسیم R برابر R1 R2 مخرج میتین R1 R2 با R1 میرسد R2 R1 R2 تقسیم R2 میشود R1 یعنی R1 جمع R2. از اینجا تناسب میکنیم و اگر R را یابیم R برابری R1 R2 تقسیم R1 جمع R2 برابری R1 R2 200 اوم ضرب 300 اوم تقسیم 200 اوم جمع 300 اوم برابر 2 کرات 3 6 1 2 3 4 4 تا 0 از قفش میبینم تقسیمی
ام ضرب ام کвадрат این ام جمع ام خودی ام کвадрат تقسیم ام واحدش میشود باز ام تقسیم 200 جمع 300 500 این دو تا نول با دو تا نول اختصار میشود 60 تقسیم 5 12 این برابری 60 تقسیم 5 12 12 این نول الهام میشه 120 برابر 120 ام یعنی دو ناقله که مقاومت های یشان R1 برابر 200 اوم و R2 برابر 300 اوم است هنگام پارالل پیوست نماییم مقاومت نتیجوی همین زنجیر به 120 اوم برابر میشده است. مسئله رقم 2 مقاومت ناقل به 6 اوم و قوه جریان در آن به 0.2 امپر برابر است. شدت را در نوک‌های ناقل معین نمایید. و شرط کوتاه مسئله را می‌نویسیم. داده شده است. مقاومت ناقل یعنی مقاومت با حرف R اشاره کرده می شود. R برابر 6 اوم. و قوه جریان در آن به 0.2 امپر برابر است. یعنی قوه جریان E برابر 0.2 امپر. شدت رو در نوک‌های ناقل معین کنید. او علامت سوال. از فرمول قانون اوم برای قطعه زنجیر استفاده میبریم. یعنی E برابری او تقسیم R. از اینجا او رو میابیم. او برابری E ضرب R. E ضرب R. قیمت های عددیشان رو میگذاریم. او برابری E 0.2 امپر ضربی ارمون 6 اوم برابری 1.2 ولت. مسئله رقم 3 اتوق به منبع شدتش 220 ولت پیوست بوده جریان 1.2 امپر را استعمال می نماید. مقاومت اتوق را یابید. شرط کوتاه این مسئله رو می نویسیم. داده شده است او برابر 220 ولت جریان E برابر 1.2 امپر مقاومت اتوق R یافته شود. از فرمول قانون برای قطعه زنجیر استفاده میبریم. یعنی E برابر او تقسیم R. از اینجا مقاومت رو میابیم من تناسب برای یافتن R E او یک ضرب او تقسیم E یعنی R برابری او تقسیم E یعنی که جایی واسه کنیم میکنیم این جای R میفروید R جای E قیمت های عددشون رو میگذاریم. R برابری او 220 ولت تقسیم ای همون 1.2 امپر برابری 183 از 3 اوم. مسئله رقم 4 قوه جریانی از ناقل میسینی درازیش 100 متر یعنی L برابری 100 متر و مساحت بریش ارزیش S برابری 0.5 میلیمتر کوادراتی گذرنده رو هنگامی به نوک‌های ناقل گذاشتن شدت 6.8 ولت معین کنید. یعنی او برابری 6.8 ولت قوه جریان یافته شود. اول پیش از همه ما از جدول قیمتی مقاومت خاصی ناقل میسین رو می نویسیم. یعنی از جدول گرفتیم که رو برابری 0.1017 اوم ضرب میلیمتر کوادراتی تقسیم متر. اکنون از فرمولای ای برابری او تقسیم R و فرمولای R برابری
را L تقسیم S یعنی فرم مقاومت استفاده میبریم. یعنی ما اول مقاومت ناقل رو معین میکنیم یا ما میتونیم همین قیمت R رو آورده گذاریم یا میتونیم اول مقاومت رو معین کرده بعد آورده اینجا گذاشته قوه جریان رو معین کنیم. باید برای سادگی کار ما اول مقاومت همین سیم میسین رو معین میکنیم. برابری قیمت های عددش رو میگذاریم. را 0.1017 ohm ضرب میلیمتر کوادراتی تقسیم متر ضرب علم 100 متر تقسیم S 0.5 میلیمتر کوادراتی. این برابری بعد از ضرب و تقسیم کردن جواب مقاومت 3.4 اوم میشه. انا اکنون آورده با این فرمولا گذاشته قیمت مقاومت رو ما قوه جریان رو میابیم. ای برابری او در اینجا 6.8 ولت تقسیم مقاومت 3.4 اوم برابری 2 امپر. بینندگان عزیز، در درس آینده ما دایر به موضوعهای گذاشته تا امروز گذاشتهمان از قسم مکانیک، فیزیک مولکولری، الکتریک و مگنتیزم مسئله های تکراری حل میکنیم. با همین درس امروزی ما به آخر رسید. خوش باشید تا درس آینده.